اخبار تازه تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. درود. امروز 15 اکتبر در برنامه این موضوع را داره. بدتر از ابله و مرگ دو سرباز در زمین پخته ازبکستان. سربازان را تراکتور پخش کرد. مقامات مرگ آنها را حادثه ناخوش نامیدند. روسیه خواستار بازاری یگانه مالیه در حوزه اتحادی دولت‌های مستقل هست و مهاجران جانبداری عضویت تاجیکستان در اتحادی اقتصادی авруосиё. و از تاجیکستان فرار کردند اما در افغانستان زندگیشان به نشد. جوگیان میگویند در شفاخانه و مکتب برویشان بسته و حتی گورستان ندارند. بالاخره همین روز ما گم میشه، مرده ما را در یک بدبختی، در یک مشکلات و هم شام گور میکنیم که میگیم مردم نبینن. ولی شروع میکنیم از مرافعه دادگاهی 4 بلاگری توجیک که امروز در دوشنبه آغاز یافت. آنها برای ویدیوی تنفروشان در دادگاه پاسخ میگن. بلاگران تابستان امسال نواری را در شبکه یوتیوب با شرکت چند زنی تنفروش پخش کردند که در آن اطراف نرخ و خدماتشان صحبت میشود. هرچند چهره زنان پوشیده بود اما به گفته مقامات انتظامی آنها خواستار مجازات بلاگران شدند. حالا با 4 بلاگری توجیک از 11 تا 27,000 سومانی جریمه و یا 1 سال کارهای اصلاحی تهدید میکند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله جریان محاکمه دادگاهی را نظارت کردند. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با محاکمه پرونده بلاگران تاجیک که در پخش نوار زنان تنفروش عیبدار میشوند شروع کرد. 4 بلاگر ماه ایول با هدف انجام یک نوار تجربوی تنفروشان را از خیابان‌های دوشنبه سواری ماشین کرده درباره زندگیشان پرسیدند. مقامات آنها را به غیر قانونی جمع آوردن و پهن کردن معلومات شخصی متهم می‌دانند. خود بلاگران میگویند هدفشان نشان دادن مشکلات اجتماعی بود، نه پهن کردن اطلاعات شخصی. میگیم که مقصد ما پرزنی نبودم و ویدیو را برای چی کردیم که اگر ما میدونستیم که او ما را میقپن مثال خیلی کش و کش میشه ما او ویدیو را نمیپرداختیم در اینترنت. پرونده علیه بلاگران بر اساس شکایت 6 قهرمانی نواری پخش شده در شبکه یوتیوب باز شده است. از 6 نفر جبر دیده تنها 3 نفر به مرافعه دادگاهی حاضر شدند. آنها گفتند نواری پخش شده از سوی بلاگرها به زندگیشان تأثیری منفی رسانیده است. بلاگرهای تاجیک عمل خود را جنایت نمی‌سازند. آنها برای دفاع خود ادوکات نگرفتند و میگویند هر حکمی که دادگاه صادر کند به همان راضی خواهند شد. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهوری کشور دونالد ترامپ دعوت کرده است در سوریه آتشباسی فوری اعلان شود. این پیشنهاد با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در میان گذاشته شده است. در طول چند روزه که ارتش ترکیه در شمال سوریه عملیات پیش میبرد بیش از 160,000 نفر مکان زیستی دائمی خود را ترک کردند. کیومرسیاتو با تفصیلات بیشتری موضوع. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای ترکش رجب طیب اردوغان خواسته است که با گروه‌های کرد در شمال و شرق سوریه سازشنامه آتشبس امضا کند. در این باره معاون پرزیدنت آمریکا مایک پنس اطلاع داد. 2 پرزیدنت اخیراً صحبت تلفنی داشتند. مایک پنس همچنین گفت که در فرصت‌های نزدیک هیئت آمریکایی را در سفر ترکیه رهبری می‌کند. این هیئت تلاش خواهد کرد که جنگ بین ترک‌ها و کردهای سوریه قطع شود. پیشتر از این مقامات آمریکا ضد وزیران دفاع، انرژی و کارهای داخلی ترکیه تحریم اعلان کردند. آمریکا رسما حکومت ترکیه را در تشنج وضع و گسترش خشونت در منطقه عیبدار کرد. ترامپ همچنین در شبکه‌های اجتماعی نوشت که آمریکا وظیفه‌دار نیست کردهای سوریه را محافظت کند. اخیراً گروه‌های کرد که شمال و شرق سوریه را تحت نظارت دارند در رابطه با مستقر کردن نیروهای حکومتی در مرز با ترکیه با دمشق سازش کردند. کردها امید دارند که با کمک ارتش سوریه حمله ترک‌ها را پس گردانند. ارتش ترکیه عملیات نظامی را در شمال سوریه روز 9 اکتبر شروع کرد. مقامات ترکیه گفتند هدف از عملیات مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی و گروه‌های مسلح کردی در منطقه است. ترکیه همچنین ادعا دارد که قصدش از این عملیات تأسیس منطقه امن در مرز ترکیه و سوریه است تا فراری‌های سوریه توانند به منزل‌های خود برگردند.
ولی نماینده نیروهای دموکراتی سوریه مصطفی ولی گفت نیروهای هوایی ترکیه در شمال سوریه به منطقه های اهالی نشین حمله میکنند. و پیشتر از این آگاه کرده بود که اگر ارتش ترکیه به منطقه تحت نظارت کردها وارد شود، ضد ارتش ترکیه جنگ خواهند کرد. دو سربازی که به پختچینی برده شدند زیر چرخ تراکتور مانده جان باختند. حادثه در نویه بویووتی ولایت سیردریای ازبکستان رخ داده است. سربازان هلاک گشته از ولایت فرغانه ازبکستان به خدمت حربی جلب شده بودند. یک مسئول ریاست تندرستی ولایت سیردریا با تصدیق این خبر گفت سربازان در نتیجه یک حادثه ناخوش جان باختند. به قول این مسئول سربازان 20 ساله در جویبار پختزار خواب رفتند. تراکتوری که پخته میکشاند آنها را پخش کرده است. در بیشترین ناحیه‌های ازبکستان امسال موسم جمع‌آوری پخته ماه سپتامبر آغاز شد. رسانه‌های خبری با وجود وعده مقامات ازبکی گفتند به مهنت اجباری راه نخواهند داد. از اجباراً سفربر شدن کارمندان بودجوی به پختزارها خبر می‌دهند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. هفته گذشته در جلسه شورای سران اتحادی دولت‌های مستقل در اشخاباد پرزیدنت روسیه موضوع سازمان بازار یگانه مالیه را در این حوزه در میان گذاشت. این در حالی است که سالها باز روسیه کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان را برای پیوستن به اتحادی اقتصادی авруосиё زیر نظرش تشویق دارد. هر روز چندین نفر از رادیو آزادی میپرسند که تاجیکستان کی عضو این اتحاد می شود. چرا یک بخش از شهروندان مایلند که تاجیکستان به این اتحاد بپیوندد؟ همکارم عبدالله اشورов به آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام، خوب به نخست بگو که دلکشالی تاجیکان به این سازمان از کجاست و بیشتری آنهایی که جانبداری شامل شدن تاجیکستان به این سازمانند از کدام قشرند؟ سلام شهلا، اکثر آنهایی که چنین سوال میگذارند مهاجران کاری‌اند. آنها میپندارند با پیوستن تاجیکستان به این سازمان زیر نظر روسیه وضع زندگی آنها در این کشور بهبود می‌یابد و از گرفتن پتنت و پرداخت پول هر ماهه آن آزاد میشوند. اتحادی اقتصادی авруосиё طرح آفریده کرملین 4 آزادی را در قلمرو کشورهای عضوش وعده می‌دهد. گردش آزاد مال و محصولات، نیروی کاری، سرمایه و خدمات. اسکندر شرشیف اقتصاددان و تحلیلگر از قرقیزستان که سال 2015 به این سازمان پیوست میگوید روسیه هنوز هم مهاجرت را به حیث یک قرطه و یا اهرام فشار علیه قرقیزستان استفاده میکند و برای حل این یا آن خواستش شرایط را برای مهاجران گاه دشوار و گاه هم سبکتر میکند. عبدالله، تاجیکستان چند سال باز میگوید که سود زیون این سازمان رو می آموزد. آیا این آموزش رو به یگان نتیجه رسیدند یا خیر؟ شالا یک عضو کمیسیون دولتی تاجیکستان به شرط نبردن نامش گفت در اصل معیارهای اتحاد در عمل اجرا نمیشوند و کشورهای بزرگ این اتحاد وابسته به تمایل‌های سیاسی و صلاحیت خود عمل میکنند. برای مثال او گفت در شرطنامه اتحاد در باره مهاجرت کاری گفته می شود که اگر شهروند در دوام 3 روز در قلمرو کشور عضو کار یافته شرطنامه نبندد باید به کشور خود برگردد. یعنی در صورت پیوستن تاجیکستان هم به این اتحاد محدودیت برای مهاجران باقی میماند و میگویند مسئولان تاجیکستان. با گفته همصحبت ما آموزش تجربه کشورهای عضو به مثل بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان ثابت کرد که گردش آزاد مال و محصولات، سرمایه و نیروی کاری در قلمرو اتحادی اقتصادی авруосиё به پورگی عمل نمی کند و بیشتر در سطح شعار باقی مانده است. تشکر برای صحبت عبدالله. یادآور میشوم که روسیه از سال 2014 زمان تأسیس اتحادی اقتصادی авруосиё تاجیکستان را بارها برای پیوستن به آن وادار کرده است. این اتحاد که نخست کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش را وسیع‌تر کرد. من برنامه را ادامه میدهم. کره جنوبی به گوشتگیران توجیک که باید ماه نوامبر امسال در مسابقه جهانی اشتراک کنند ویزا نداده است. مسئولان فدراسیون سامبوی کره جنوبی به همکاران توجیک خود گفتند سال 2016 4 گوشتگیر توجیک به کره رفته
دیگر برنگشتند. مقامات آن کشور از تکرار این رویداد خوف دارند. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیای سامبوی تاجیکستان میگوید 3 سال پیش اولیم زیکایف مربی گشتی به فدراسیون مراجعت کرده است که برای شرکت 3 شاگردش در مسابقات در کره کمک کنند. اما بعداً مسئولان تدارکات آزمون گفتند که زیکایف و شاگردانش از فرودگاه گذشتند ولی به مکان مسابقه حاضر نشدند. در فدراسیای سامبوی تاجیکستان نیز گفتند از سال 2016 به این طرف نمیدانند که اولیم زیکایف و شاگردانش در کجایند. صدها خانواده جوگیان افغانستان که میگویند زمانی از تاجیکستان به این سرزمین فرار کردند از حقوق بنیادی شهروندیشان محرومند. آنها شکایت میکنند که کودکانشان در مکتب روز ندارند و مرده هایشان در گورستان جای نمیابند. ولی مقامات ادعا میکنند که جوگی ها مثل شهروندان دیگری افغانستان از تمام حقوق برخوردار میباشند. توی سفر موضوع ادامه میدهد. تا که مکتب نخوانم آرسته نمیکنه. مکتب که نخوانم باز میگه که سوار. این الهه 15 ساله است که بعد از صنف یکم دیگر به مکتب نرفت. میگوید علاقمندی درس خواندن است اما به مکتب رفتن نمیتواند. حالا مشغول این کار هاست. آرزوی معلم شدن را دارد. زیاد علاقه داشتم مکتب برم باز نشد. تذکره نداشتم. میخوایم که دانشجو درس بدم. خواندن و یاد گرفتن تنها آرزوی الهه نیست. همسالان او عین قصه ها را دارند. ما زیاد علاقمند درس بودم. می رفتیم استاد ما برای ما درس نمیداد. وقتی می رفتیم پرسان میکرد شما تذکره ندارین، شما جوگی هستین. باز ما نمی رفتیم. خب در شهرواری بودم کار میکردم. یک 10-15 روز که تیر شد وقتی که شنیدن که ما از قوم جوگی هستیم باز ما را از کار منفعل کرد. اینجا منطقه چمن شهری کابل است. جوگیان در این مکان زندگی میکنند. میگویند از قلمرو تاجیکستان به اینجا آمدند. از ترس بلشویک ها به افغانستان گریختند. از خود کلاب تاجیکستان هستیم. وقتی که جنگ اونجا شروع شد پدرای ما، باباهای ما، نیکه‌های ما به افغانستان هجرت کرد. ما 120 سال میشه در قوم جوگی 370 خانه تیر شدگی هستیم. حالی او 370 خانه شده باشه 5000 خانه. همش به سرنوشت است، به ملک است، به زمین است، به جایداد است. تمام خاک افغانستان را نگاه که هر کدامش 10 تا ساختمان داره، 20 تا ساختمان داره، 100 جریب زمین داره. ما چی گناه داریم که در 120 سال یک بری ما یک دور از مجلس یک جای یک خانه را نداده که این حولی کنه جور کده بشه. وکیل این قوم میگوید جوگی ها به دلیل نداشتن سند تابعیت مکتب، شفاخانه و حتی گورستان هم ندارند. اگر اولادای ما مکتب بره تحقیر میشن، حقیر میشن به نام جوگی. اگر یک جنازه شب میبریم در قبرستان، در او قبرستان ما را ممانعت میکنه. از او قبرستان مجبور میشیم در دیگه قبرستان میبریم. بالاخره همین روز ما گم میشه مرده ما را در یک بدبختی، در یک مشکلات او هم شام گور میکنیم که میگیم مردم نبینه. اداره آمار و وزارت اقوام و قبایل افغانستان درباره تعداد جوگی ها آماری در دست ندارند. محمد یعقوب احمدزی معاون وزیر اقوام و قبایل میگوید آنها اساساً در 3 شهر زندگی میکنند. قوم جوگی ها تقریباً 50-60 سال پیش از کشورهای آسیای میانه به افغانستان آمدند. بیشتر در مزار شریف، شیبرغان و فاریاب استقامت میکنند. خصوصاً زیاتر در مزار شریف ولایت. نداشتن سندهای تابعیت، سرپناه، فقر و تنگدستی، محرومیت از حق تحصیل و کار از مشکلات اصلی جوگی ها است. اما سخنگوی وزارت مهاجرین میگوید جوگی ها مثل شهروندان دیگر افغانستان از تمام حقوق برخوردارند. سال 1998 بین اداره ثبت اسناد رسمی و وزارت مهاجرین تفاهم نامه امضا شد که این قوم هم میتواند شناسنامه بگیرد، درس خواند، تحصیل کند و از تمام حقوق برخوردار باشد. گوجر و قوم هم کولش تذکره واخلی، کولش تعلیم وکي، کولش تحصیل وکي. با وجود این مثل الهه و مهمانگل دختران زیادی قوم لولی از این حقوق خود محرومند.
بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان تشکر میگوییم. تا نشر برنامه نوبتی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما البته در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. تا ملاقات در صحبت های نو در روزهای بعدی. خدا نگهدار.